سلام و درود خدمت دوستان عزیز. خب داخل این کلیپ قراره که موقع لانچ اکسپنشنه و ریوارد و پک های بازی رو یه نگاه بندازیم و ببینیم پک ها چی میدن بهمون. خب اول از همه که ایونت شروع شده و بسته به چیزی که دوست دارید میتونید یکی از این سه اسکین انتخاب کنید. حالا ما میج انتخاب میکنیم، بعدش لگ میزنه. خب طبیعیه. بعد از اون ریوارد ترک هم رفرش شده و لژندری لول اولمون هم ببینیم چی میده. خب پالادین داد، بد نیست، خوبه، میشه دکی پالادین رو تست کنیم. اون اچیومنت هایی که قبلا گرفته بودیم و حالا بزنیم تا لول اپ بشه ریوارد ترکمون. یه خورده پک بگیریم، یه خورده طول میکشه. حالا یه کوستا رو انجام نمیدم فعلا چون طول میکشه. معمولا همین کار انجام میدیم. خب یه دارک موترایجر هم اومده. طبق معمول شانسمون خوب نیست و احتمالا سیگنیچر کامل بگیم یا گلدن پک و خب طبق معمول سیگنیچر کامل گرفتیم. یعنی همیشه خدا انقدر شانسمون بده که یه بار یه چیز درست همون اینجا بهمون نداده. خب یه عادت کردیم. بریم یه نگاه به شاپ هم بندازیم ببینیم چی اضافه شده. باندل که زیاد اضافه کردنه و پکم. خب ما برای ای اکسپنشن حالا چون 20 پک قبلی به همون 3 تا لژندری داد، اینجا فقط 60 تا پک میخریم، یه 50 تایی و یه 10 تایی. خب حالا بازشون میکنیم ببینیم چی میدن. این 3 تا لژندری که گرفته بودیم سیلواناس خیلی خوب بود، یعنی همون لژندری بود که میخواستم. حالا 10 تا باز میکنیم. خب حالا 15 تا شد، ام نداره. ببینیم چی میده. خب اصلا خوب نداد، افتضاح داد. 15 تا رو انتظار داشتم حداقل یه لج بده. خب ببینیم بعدش چی میده. خب 10 تای بعدی بازم اپیک. خب همش داره اپیک میده. عجب لژندری آشغالی. میگی بدتر از این نمیتونه بده. اون وضعیت خیلی خرابه. یعنی اون 20 تا پکی که 3 تا لژداد داره جبران میکنه. پیتی تایمر هم میخوریم طبق معمول.
اصلا خوب نداد. یعنی خب لژندری دیمون هانتر رو میخواستیم حقیقتا، خوب بود ولی خیلی بد داد، خیلی بد داد. خب لژندری میج هم داد از 60 خورده پک، 64 تا 3 تا لج، در کل 82 فکر کنم 4-5 تا پک، 6 تا بد نیست ولی یه خورده انتظار داشتم بهتر بده، ولی اون چیزایی هم که میخواستم رو نداد. نمیدونم پک بخرم هنوز یا نه، یکم صبر میکنم حالا تا ببینم پک های بعدی چی میده و البته خب ریوارد فری زیاد میده الان و نیاز نیست حالا گلدمو خرج بکنم. امیدوارم بعداً خوب بده و در کل اینم بگم که روز اوله و صبر بکنید تا ببینیم متا به چه صورت میشه. حداقلش 1-2 روز طول میکشه تا ببینیم چه دکای خوبن، یا یه هفته هم طول میکشه ببینیم متا کدوم سمت و سو میره. در کل حقیقتا راضی نبودم، فقط این سیلوانوس خوب بود و لژندری میج بقیه، و البته اینم بگم اون دومانای دیمون هانتر هم خیلی خوبه ولی چیزهایی که میخواستم اصلا نداد و الان نمیدونم چی بازی بکنم. خب مرسی که تا اینجا تماشا کردید. حالا اگر اخباری چیزی باشه داخل کانال اعلام میکنم. روزتون خوش.